ای جان وطنا تو مهربانم هستی، چون جان وطن چون روانم هستی. هر آن سروده بودن که با عرش اعلا میخوندن و در آوازی بلند میخوندن، در آوازی همون ایستینی میگو چون خدازاد برای همون است. من دونم اگر که تو محبت داری، یک کاشت بکشم جون یا رسمه جای داری، یک کاشانی تو از قلم دراز باری، ای دل بری مایدی یکی دل آزاری دادا. بینندگان عزیز و ارجمند سلام میگیم و اینک مهمان خاندان شما گردیم توسط برنامه در جستجوی هنرمند و اینک مهمانی ماست در برنامه هنرمندی شناخته، آن هنرمندی که همگان میشناسند و هنرش را قدر میکنند. روزی با ایدیو از تمام بابا و بیبی گذشتگان ما که در جمهوری تاجیکستان عزیز مهربان که با همه آبای شفافش، با ارچهای همه سبز گل گلزارش که می سبزن انسان رو به وجه میبیارن، از همون به من مانده است که هم وقت کوشش میکردم که همین مادر بزرگ، بیبی بزرگ، بابای بزرگ چقدر سرودهای مردمی میخوانند و همین باید که من باید که آموزم و این رو شکر میکنم آموختم. سروده که اولی من خوندم سروده که مردمی بود، خم خم مرم گفتیم و هی جب یا گفتیمون هی بالای سایه در هی چیغک چینی گفتیمون یارت مشم خم پیشم میرم کم کم از گپی بومون نترس دکلی بومون خم خم از گپی بومون نترس دکلی بومون خم خم خطایی سارو میشی ماشین سوارو میشی، خطایی سارو میشی ماشین سوارو میشی، این دل مردم را بری شکارو میشی، یارود مشم خم پیشم میرم خم خم. این نکته که چقدر لهجه مادری در کدام مناطقی که نباشد هم وقت زیباست، هم وقت شیرین است. فرانسه ما رفتم، قطر رفتم، من به ممالک خارج بعد مسکو رفتم، تیویر پازوف. از تمام مردمی که من امروز دستگیری کردم و سروده های من هم قبول مردم بود است که قبولش کردن، میخوام که همین خیلی پیشکشی مردم و در پیش مردم باشد. ای خندقم که بخنده گل کنی، ای جونونا ای گپاقای من قبول کنی، ای جونونا ای صد بار بری تو میکنم من حاضی، ای یک بار اگر اصول کنی جونونا دادا. هم وقت دوستداری یکدیگر باشن، احترام یکدیگر باشن، در کوچه که نباشن هم وقت یکدیگر رو احترام کنن. براتون بلبوری تمنا میکنم در فوازی کاری.